دخترها در خبیسک رفای ما در خونه میشینه زندگی آباد دارن و همیش لیتواری در قدی کوچه نمیگردن. رجب علی ایبرانی یک رجب علی خیلی خروز داری هر روز یک تا توری میکنی بس نیست اما اکا با امی را تای چشم کردی هم بدردین جان گوش که برادر عزیز همین تو در خونتون هر روز یک اوقات کنن تو دمی فورا نه اوخی برادر عزیز انا که دیدی همین اوقات در بعد یادم میزنه نمیفوره انسان که یک اوقات دویمی بخواه و همین خطیر مرا نمیفوره که همیشه وقت یک دختر بگذرونم باید رنگی به رنگ تر و تازه نو به نو حلش کنی فهمیدی برادر جون قد پس قد بلند میون غوث میون بوری همه جهته باید هر روز یک تا نوش توری کنی فهمیدی برادر این دختره که من میگم این هم سازی بده فهمیدی برادر تشکای سیاه چشمای آهومونند چشمای آلومونند سازه که مقصد میگم که این قدر اجداد کردیم یک ساعت چی همین عروس می اومدگی به ارزش هم قجدت داره برادر یک چی را فراموش نکرد میگن که در رویده شیر روید در رویده چوچه روید باور کنی نکنی اینا 5 ماه میشه که من همین دخترک مشاهده کرده ایستم دخترک ساز ایده خیلی تن توش همه طرفا همه جهتا نرمال نیای مقصد مدیدگی ایده دخترها در خبیسک 5-6 ماه ما پشتی دختر انا مون دوست کردیم میگه اگه مدل اینستاگرام یا در خبیسک سلام علیکم دوستان عزیز میخوام یک چیز را خاطرسانتون کنم آیا شما برای گذشتن از گرانیت تنقیسی میکشید حجت‌هایتون تمام شده است یا اینکه آدم باورنیام ندارید پس ما برای شما پیشنهاد میکنم خدمت رسانی یکی دولتی رو با ماشین‌های نو زمانوی و خدمت رسانی در سطح عالی با نرخ خیلی هم دسترس و ارزان پس شما چیکار میکنید بر رقم‌های زیر همین ویدیو +7 999 141 2292 و +7 991 610 73 40 زنگ میزنید و مشکل‌هایتان را حل میکنید و دوستان عزیز نگفته نماند که اگر شما از نام کانال رجب علی ایبرانی مراجعت نمایید باز برای شما تخفیف کرده می شود زنگ زنید تا اینکه دیر نمانید میگه اگه مدل اینستاگرام یا در خبیسک نمیفهمیم من 2 کیلومتر پیش میستم پیاده 5 ماه متر مشاهده کرده استم خطا یک نمود تیما میکنی که گویا که اگه مدل اینستاگرامی اکا جان شما اپا و خواهر ندارین مادر ندارین دستی مرا میخپین گوش که دخترک که پیشانو میخوار اپای مرا گرفتن یا بار رفتن دوم تا نگاه که یا بار کیردار تا نگاه که یا بار چگونه رفته اومد تا نگاه که خواهر اپای ما هیچ وقت نماز شام خونه نمیدرویا در خونه شیشتگی خواهر اپای ما بفهمی در خواهر اپای ما ای زمین تا آسمون فرق داری ای زمین تا آسمون خواهر اپای ما در خونه میشینه زندگی آباد دارن و همیش لیتواری در قدی کوچه نمیگردن اکا جان من امروز کار میکنم مهنت میکنم ها بگه دیر میرم خونه لیکن این معنای او را نداره که من دختر بیرهایم مقصد یگانه من کار کرده به مادرم نام بردن داروهای او را خریدن در پیش هر یک مرد و نامرد سرخم نکردن اکا جان امروز که من پستی و بلندی ها را دیدم در نمازم دعا میکنم که هیچ کس به مثل ما بی پدر نکنه هیچ کس به مثل ما برادرش غریب نکنه از آن جمله خواهر اپای شما را هم نیست برادر عزیز